در خصوص باتری‌های آسانسور یا حالا یو پی ام، باتری‌هایی که به صورت 4 تایی یا 5 تایی نصب میشن یا در یو پی اس ها نصب میشن، این باتری‌ها شارژر داره شارژ میشه. اینا مثلا به مشتری میگیم آقا اینا باید عوض بشه، مثلا مشتری میگه چند وقت یه بار باید عوض بشه، مثلا بهش میگیم آقا حداقلش 1 ساله الا مثلا 2-3 سال طول میکشه دیگه، حالا بسته به شانس شما. مثلا باتری ماشین فرقی نمیکنه، این هم همون جنس باتری ماشینه، فقط اینجا ابعادش و ولتاژش پایینتره، ولتاژش همونه، آمپرش پایینتره. اینا 7.5 آمپره، مال ماشین مثلا 50 آمپر 60 آمپر بالاتر داره. خب این اصلا چیز متفاوتی نیستش که وقتی که شما از من میپرسید مگه نباید شارژ بشه. خب چرا؟ وقتی شارژ میشه داره 1 سال کار میکنه، اگه قرار باشه شارژ نشه که هم 2-3 دفعه 1 ماه اول 2-3 ماه چیه، 1 ماه اول کلا اینا میخوابه، تموم میشه عمرش و دیگه شارژ نمیشه. اینم مثلا شارژرش، این شارژر مخصوص این تابلو فرمانه که تابلوش آریانه. حالا مال شارژرهای تابلو فرمانهای دیگه هم متفاوته. این سوال واقعا سوال خنده‌داریه که مگه اینا شارژ نمیشه. خب چرا شارژ نمیشه؟ اگه شارژ نمیشد که 1 سال عمر نمیکرد که آقا جان، والله.